2 روز در عنوان پاکتار توزیع نکردیم. چطور کنم؟ عباس! عباس! بله. بیا اینجی. الو. کجای گیلک؟ گیلک؟ ها. گیلک به سرای گوسفند بر کرده گوسفندا. تو سه کمی تلفن میکنی که میره تو در قرار تاشون بگرد بخور. خب من درس میخونم. نه. میگم تو برو یک کار کن. چیکار کنم؟ برو پیش گوسفندا. گیلک ریکو که بیا که پاکتا برو توزیع کنه. پاکتا؟ آه. بعد اینا برو توزیع کنم. تو برو توزیع کنی. آه. چیکار میشه؟ هم تو میتونی مسکل بری پاکتا توزیع کنی. آه میرم. چیکار؟ نمای بخی. بخی تو برو پیش گوسفندا رو. اون ریکو که بیا بده. وقت دیگه. برو ریک کنم. آه برو تو پیش گوسفندا رو ریکو که بیا. خب. چکه چکی مثل خاری ولی چک میده به درختا حق کلن تو بوز ابلاغه بگیره بخیر عباس همه بوز رامدی که درختار پوست که همه بوز بازی کجا بید تو بعد زمین یک چوبی کتاشه آفرین چیکار کنی گیلا؟ چایا از سوب بوده یخ کرده گیلک وخی برو کجا برو بابا ما پیش گوسفندات میشینم بابا گفتک بیا برو کارتار توزیع کن کارتار عروسی خود تو چه کار شده سکل سوار شو یا باسکل خود سوار شو برو بابا گفتک بیا خاطر ما میریم با برنج میخریم چوب و روغن چیزا میخریم اینا رو مادر پیش از اینا بشینه سکل رمه آله نمایه وقتی برو پاکتار توزیع کن پی گوسفندا که بشینه نمیشینم و تو که میگه من میرم ماشین چی بخرم میرم چند دقیقه هستم گوسفند پس میبرم استرا باشه که بچه به شفتلا نه بفهمیدی گندم همسایه اینا وقتی برو نگه مطل کنم کنم خود بخونم میرم آخ مطل تو با کی توزیع میکنی با من سواد دارم که من نمیشته کنم وقتی برو هر کاری بکن همون کار بکن وقتی دیگه باشه بده چای آخر میبرم ترم میشه تویش نشو بله بغزاری عمال السلام علی بابا چای آمدی بابا آخی بابا آخی گوسفندا بردی بیدی به چه بدم باخشه بدم یعنی حالا میفهم که نام گوسفندا رو میخوری بابا سو وقت با خود ترمو چای اول نشو برای که دیگه برفتم بابا به می مادرم بگیم چی بگو؟ بگیم مال گیلک کته شده بگیم گیلک کته شده من میگم مادر به من کمی دشمله بدیم میگیرم به من دشمله جفت بخش میکنم 8 تا دشمله بابا دادم 8 تا دشمله 8 تا صبح تا 8 تا دشمله خوبه آخر من 8 تا بوجم داد بوجودی ها مادر به خاصیت بخش کردم وقتی چیچیلا حالا کنم خدا به کته شدم ایله خب 8 تا دشمله بود تو داره 8 تا بوجم 8 پیاله چای بیشتر ترمز مال یک تانکر روی میگیره بابا ترمز که برده بیدم آب سلام برده بیدی خب میگم تو یک کار کنیم 100 کار عباس بیا من که برو بابا میگه برو پاکتار توزیع کن عباس میاد بعد که ما برو پاکتار گفتیم تو چی نادر تو میتونی سکیل کنی مال به بالا میبندازونی سکیل حرکت نمیکنه بابا خب میگم که یاد نداره نه من نمیتونم چرا خب خراب شده
خب کی خراب کرده بردم اونو؟ پیش مرتگه میگه چفافت مایه چفافت برق گم شده چی شده؟ چفافت همون ما چی مرگ مایه خب برق میگه گم شده 600 مصرف میشه ما گفتم ما 600 دارم دره خو همه به 600 گفتم از تو پس پاکتا رو چه ترجمه میکنی؟ یا به باسکیل پیدا میکنی یا بعض سرار پیاده میرم بابا از شما کسی نیه بپرسه شیرینی خودی شما بدیدیم تا حال اموک زدگم مردم برزن به کلی خو بابا جان نون مردم که بخوری مجبور نون مردم بدی این کارو رو هم مادر تو سر میکردی کارو بابا اومدم نون مردم رو بخوریم و نون مردم رو و ندارم چه کار کنه؟ چه کار کنه؟ حال رسم رسوم دنیا امینه که نون بابا بخوری باید نون بدی بره بابا خیر خوشی کتشو مگردن و بند باشه پیار منیه که شما نه پیار من لقمه نون من اگه خورد اگه اسم پیار خورد من میگذارم غلامت چه لالمت دوتری خب بخی گپ کم که بخی تو پاکتا بردم برک تازی که بخی که 2 روز دیگه مونده چند تایه همین 30-40 تایی هست بردم برک دیگه بخی دست را کوی ما بخی وای نه معده است مادر از این هم گفتیم فلانی خبر نکن نونی خوردین چه کار کردین بابا جان هلا کن رد مردگی چه زمستونی آخی هم گفتم فکر میکنه چی میفهم که ما بگم کینه من استی میبرن دست روی ناشتی نگین از این سی که شیر مادر فقط انگوشتره سلام چی؟ برای توسره نه ما چیه؟ با مجلسه ببرای بده دست ما ترسی عریسی نیه نه شیرینی خوری شیرینی برو گیلا بیا شده بیا یم نیه نه کرده اینو مشه شما شما و پس کدینه دیگه نمیفهمم باشه بابا شما میفهمم با که بفهمیدو میارم برو ها بابا فهمیدو میارم یکی نیم نوشتی یکی شما خب چی میفهمم پیار من ماما سر میتراشونه چه کار میکنی؟ چه کار میکنی؟ من سرم میخو چی خاطر میری سرم میخو؟ و تو نگفتم که سکیل نمی تخته برقدی با سخته هر کار میگه گله گفته روشن نمیشه که با توی بردی چی؟ خرابه تو همین میتونی برای ببری تشو سرپای کو باشه بیدم تو نگفتم که دیگه سکیل سوردن شی چی؟ بگیره این کارتو برای خونه خاله خو بابا چه کاره؟ اونا که دیگه کارتا بوده تو چی گرداری؟ بده برو برو سرم میخو خب بده میگو برو کارتم نوشته فامیلی بعد از هر کس میدی سوا ساعت 1 بجه بگو خب برو دیگه اسکل خونه سوالشو برو